تو این چند روز یوتیوبرای زیادی جلسه گذاشتن تا درامای سهیلای یوتیوب فارسی رو درست کنن، اما درست که نشد هیچ، همه چی 10 برابرم بدتر شد و پای کلی یوتیوبر دیگه هم وارد داستان شدن. حالا بریم ببینیم اصلا نتیجه این جلسات چی بوده. سلام و درود به کانال اخبار حواشی، خوش اومدین. سهیل پرنگ چند تا وایس جدید میذاره تو کانالشو، میگه بچه‌ها سلام، خیلی مخلصم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نزدیک 2 روزه فکر میکنم بالای 2 تا 8 ساعت 7 ساعت فقط صحبت کردم با آدمای مختلف، با آدمایی که محبت داشتن، زحمت دارن میکشن. فقط این موضوع ویدیوی دزدی کردن که جدا، اون که اصلا اتمام و برای اون پلن دومی که داستان مافیای یوتیوب بوده صحبت ها شده، مدارک و سندها برای ما ارائه شده و رو در روها اتفاق افتاده که اصلا میخوام بگم یک چیز عجیب غریبی اتفاق افتاده که اصلا باورتون نمیشه کسی همچین کاری بکنه. فقط تا همین حد بدونین حتی داستانای این پیامم زیر سر این آدم و رفیق صمیمیشه. حالا رفیق صمیمی سهیل سلبا کیه؟ فلیم حسین، که میگه تا زمانی که وضعیت آروم بشه تنها فعالیت میکنه. تمام محتوام، چه استریم چه یوتیوب چه ویدیو، همش تنها. اگرم کسی رو بیارم کس خاصی نیست، مامانمو میارم، چه میدونم مرجانو میارم، پیمانو میارم، برای اینکه چت از حاشیه نمیدونم یه اوکی بذارید، برای اینکه از حاشیه دور باشم، چت برای اینکه آرامش روان داشته باشم، خودم، مخاطبام، جی، تمام ویدیوهای بنده تنها میشه. تمام ویدیوهای بنده، تمام یوتیوبم، استریمم، فقط خودم و شماییم. چت کلا میخوام تنها کار کنم. چت کلا. اما سهیل پرنگ هم دوباره جواب میده و میگه که یه ریکاوری کنم بیام، خیلی حالم بده از چیزایی که شنیدم از اون آدم و حرفایی که برای رفاقت با بچهای دیگه یوتیوبر پشت منو نیلوفر زده. فقط بدونین همه چی ویژه زیر سر کسیه که ایده کشتی کج رو دزدیده و دوست و داداش صمیمیش. از همینجا اعلام میکنم برای تک تک محبتایی که بهت منو نیلوفر کردیم و بدترین بدگویی و تیمکشی که کردی بر علیه من که همه کار برات کردم، حلالت نمیکنم. آدم انقدر نمک به حروم و بمیرم برای سعید رافی که سال پیش مورد ظلم قرار گرفت و این آدم به جای شنیده شدن صداش کلی هیت گرفت. دزدی ایده ویدیو، تیم اپ کردن با ترفند بدگویی زیاد از من و نیلوفر، لایق بدترین جایگاهیم سهیل حسین. به شخصه حلالتون نمیکنم، حیف از نون و نمکی که باهاتون خوردم و 3 سال همه اکیپای یوتیوب رو با دو به همزنی و حرف به بر بیار کردن ریدید توش، اما بعد دستتون رو شد. اگر حرفم راجع به ایده دزدی درست بود، ایمان داشته باشین که تک تک کلمه های بالا درست و حقیقته. هیچ عزیزی رو دیگه قاطی این داستان ندونید. سم اسنو هم وارد داستان میشه و حسابی میگیره رو فلیم حسین و میگه تو کلا دوست داری یه چیزی از یکی بدزدی؟ نمیدونم، شاید مثلا این اخلاقت هم دادی به اون یکی رفیقت که از خودت خیلی گنده تر بود، اونم بگاه دادی. چون مثلا اکتای آیشو اسپیدو که خوب دزدیدی، یا مثلا اکتایی که من سر رئال هرس میخوردم ریل میذاشتی. بابا آخه پرز، بابا یه ذره خلاق باش، همه چی تو از این و اون داری. یا که مثلا میومدی بابا شیر و خر چرا خورناس میکشی آخه؟ روانیم کردی سم اسنو، چه وضع وایس دادنه؟ اینو بذار نگم، دلم سوخت واقعا. چی شد پس؟ بابا زشت استریم میذاری پشت کسی رو که اسمشو رو سینت تتو زدی نمیگیری؟ اوهان یادم اومد یه لحظه، اون تتو تضمین 20 تا کلب بود با اون بنده خدا. دلم سوخت الان واسه اون بنده خدا. الان میتونم واقعا به خاطر اون گریه هایی که کرد و اینا یه ذره دلم به رحم بیاد. اوهان یاد گذشته افتادم یهو که تو را اکتت بسته میشد نمیتونستید اجرا کنید، من سر 2 تا پروژه یهو نتونستم بیام. حالا منم کنار اومدم با این، چون بالاخره من درک میکنم این چیزا رو. آره ولی زشته کلا پشت رفیقت باش، تو که ادعای اینو همیشه همه جا داری. آره دیگه، البته مشکلی نداره ها،
اون چند تا رفیقت بودن پیشت بودن، اونا رو خدا رو شکر خوب تغذیه کردی از فن بیس اون بنده خدا دیگه. خودتونم بگیرید میخوره، ساعت که میخوره دیگه. یه ذره بامزه بازی ده، 2 تا اکت دیگه بدزدی و نمیدونم استریمر خارجی جدید، یوتیوبر ایرانی جدید، اینا میاد یه 2 تا از این 2 تا از اون و اینا فیکس میشه، در میاد کار. حالا نمیدونم چی میشه در ادامه دیگه. در ادامه هم به خاطر اینکه تو درامای سعید راف و سلوا طرف سهیل رو گرفته بود ازش عذرخواهی میکنه. من یه سری وایس گذاشتم بعد پاک کردم که گفتم پاکشون نمیکنم دیروز، که ای کاش پاکشون نمیکردم. حالا ولی مهمم نیست، حالا بعدا شاید راجبش باز صحبت شد، یکی جایی ما گفتیم آقا. ولی یه موضوع مهمی اون وسط بود. ما در روزهای گذشته ماها نمیدونم به سال میرسه، 1.5 سال 2 سال پیش، شاید حتی عقب‌تر، یه داستانی شد. یه بنده خدایی، اون یکی سهیل با سعید راف، بعد ما به فاز رفاقت و چش بسته و عقل کج پشت یه بنده خدایی ما وایستادیم. من واقعا از سعید راف معذرت خواهی میکنم. حالا من اون موقع برای سعید چند تا وایس گذاشتم و خواستم بگم که من اگر یعنی حرفی زدم که باعث ناراحتی تو شد و از سمت من چیز اومد، حجمه ای از سمت من به سمت تو اومد، واقعا من عذرخواهی میکنم و اینکه امیدوارم موفق باشی و بتونی ویدیوهای خفن‌تری درست کنی و همین دیگه. در آخرم مهشاد تیم از درامای 8 ماه پیشش سر حجاب با فلیم حسین افشاگری میکنه. من حقیقتا خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بیام و این مسئله رو باهاتون در میون بذارم. چیزی که میخوام راجبش صحبت کنم برمیگرده به 7-8 ماه پیش و من هیچ موقع نمیخواستم در موردش صحبت کنم، چون نه دنبال داستان خاصی بودم، نه زورم میرسیده، نه هیچی. ولی خب خیلی اذیت بودم این مدت و واقعا از نظر روحی تحت فشار بودم و الان بعد از این اتفاقایی که اخیراً افتاده و دیدم انقدر ناحقی شده در حق یه سریا، تصمیم گرفتم که منم بیام و بگم. 7-8 ماه پیش من با یه بنده خدایی سر حجاب به مشکل خوردم که ایشون تو چنلش کلی بد و بیراه به من گفت و منم در جواب گفتم هر کسی حجابش به خودش مربوطه. ایران حواشی هم یه ویدیو درست کرد از این صحبت‌های ما و گذاشت. بعد از اینکه ویدیو کلی ویو گرفت و ایشون هم داشت همینجوری هیت میگرفت، اول که دوست صمیمیش شاگرد آقای عزتی به من زنگ زد و نیم ساعت داشت با هم صحبت میکرد که پیاممو پاک بکنم و مشکل ساز میشه و این داستانا. منم گفتم اوکی پیاممو پاک میکنم، ولی ایشون باید بیاد به خاطر حرفایی که به من زده از من عذرخواهی بکنه. و در ادامه عذرخواهی که نکرد هیچ، به من زنگ زد و فریاد میزد پشت تلفن و میگفتش که 5 دقیقه بهت وقت میدم که پیاماتو پاک بکنی و بگی که سوء تفاهم شده و عذرخواهی بکنی، وگرنه من الان استریم میذارم، هیچی هم برام مهم نیست، آبروتو میبرم و یه کاری میکنم دیگه نتونی توی این کامیونیتی کار بکنی. من به عنوان یه دختری که داره توی این کامیونیتی کار میکنه و خیلی هم زورش نمیرسه که بخواد حرفی بزنه و اگه حرفی هم بزنه به جای اینکه پشتشو بگیرن هیت میگیره، اون زمان نخواستم مسئله رو باز بکنم، ولی واقعا تحت فشار بودم و کلی هم به خاطر این کار و سکوتم توهین شنیدم که دعواهای شما فیک بوده و به خاطر ویو بوده و این داستانا، در صورتی که من واقعا میترسیدم بخوام راجع به این مسائل صحبت بکنم و دنبال داستانم نبودم، چون این آدم یه جوری منو تهدید کرده بود که من هر لحظه امکان میدادم هر اتفاقی بخواد برام بیفته. و برای همه این صحبتایی که الان دارم میکنم من مدرک دارم و الکی از خودم حرف نمیزنم.